سلام بچه‌ها، اومدیم با چگونه 2 نفر بازی کردن بازی مایکرافت. البته میتونید تا 5 نفر هم بازی کنید. نکنید اول از همه این گوشی وایفاش رو روشن میکنه و گوشی حریفتون باید چیزش رو روشن کنه، نقطه اتصال. خب این حالا باید به اون وصل شد. خب این لامپ وایفای گوشی ماست، وصله. این بیرون این مایکرافت مایکرافت. خب این مایکرافت. خب رفتیم مایکرافت. حالا اینو میزنیم و ما هم شروع میزنیم. ما میریم یه زمین انتخاب میکنیم، بعد واسه اون گوشیه که به اون وصل شده این میاد، این رو روش کلیک میکنیم و الان 2 نفری به هم دیگه وصل شدیم. این هم بود از این ویدیو. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه.